سالمونلا. این دفعه برگرم با دفعه قبل فرق داشت. پول بیبر در تمام سطح برگرها دیده میشد. اگه حواست نباشه ممکنه فکر کنی مرغ نپخته. ولی ربطی نداره. پول بیبر قرمزه، اگه زیاد بزنی یعنی یه برگر با یه عالمه نقطه‌های قرمز داره. همین. وگرنه خود برگر به 2-3 دقیقه پخته میشه، به خصوص اگه نازک درست کنی. اصلا نباید کلوف باشه. نه که پخته نشه، میشه، ولی باید شعله رو کم کنی که سطحش همون اول نسوزه، صفر نشه که وسطش نپزه. ولی حتی اگه شعله رو هم کم بکنی که سطحش همون اول نسوزه و وسطش بپزه، بازم به نظر من وقتی که برگر کلوف باشه نمیچسبه. مثل کوکو که خیلی بدتره. کوکو باید ترد بشه. حالا برگر ترد قرار نیست بشه خیلی، شاید یکم فقط، ولی کوکو اگه ترد نشه با اون همه سیب زمینی نرم وسطش میخوای چیکار کنی؟ جالبه که سیب زمینی میتونه اینقدر مزای مختلف بده بسته به پختش. من سیب زمینی سرخ شده رو به همه چیز ترجیح میدم. البته بعد از چیپس. اول چیپس، بعد سیب زمینی سرخ شده، بعد پوره، بعد کوکو، بعد سیب زمینی پخته معمولی. از اینا که توی خورش دیده میشه. حالا باز مکعباش کوچیک باشه خوبه، ولی وقتی مامان بزرگ درست میکنه، مامان بزرگ خوشم نمیاد. خیلی نرمن. سیب زمینی باید ترد باشه. اولین بار بود پول بیبر میزدم. میگم اول فکر کردم برگرها خام مونده، ولی بعد دیدم قرمزی ها مال پول بیبر. آخه قبلا پیش اومده که برگرم نپزه. یه وقتا یه چیزی رو 100 بار با استرس انجام دادی خوب شده. بعد که میای یه بار با خیال راحت انجام بدی گم میزنی. مثل اون ماکارونی سویا که برا هدیه و امین درست کردم. هدیه هی میگفت تا کی آماده میشه؟ امین برسه گشنشه. منم هی با خیال جمع میگفتم زود. مطمئنم بودم خوب میشه. همیشه میشد. ولی لاستیک شد. هیچی نگفتن ولی خودم فهمیدم دیگه نمیشد به جویی. برنج داشتن گرم کردن خوردن. فکر کنم پولم نداشتن چیز دیگه ای بگیرن. سویاشون حروم شد. البته سویا که ارزونه. گوش گرونه. سویا اگه ارزونم نباشه خیلی ارزون تره از گوشت حداقل. چی بوی خوبی اومد؟ کی زده بود؟ بچه بودن زیاد این بو بود تو خونه. یکم تنده. مامان بشنوه احتمالا خوشش نیاد. هیچ وقت نمیفهمم از چه بویی خوشش میاد. کلن نمیفهمم کی از چی خوشش میاد. نه که نگه میگه، ولی من نمیدونم راست میگه یا واسه دلخوشیه. برای برگرها هم همین بود. دیشب میگفت نمیخورم، سیرم. اصرار کردم. یه تیکه کوچولو خورد ببینه چه مزه‌ای شده. گفت واقعا جالبه. آخه واقعا جالبه یعنی چی؟ میدونم احتمالا یعنی خوب نیست. ولی 1% هم ممکنه منظورش این باشه که واقعا جالبه. همیشه 1% امکان داره واقعا جمله که آدم میگه منظورش همون باشه. البته کاش بعضی وقتا هم نباشه. در مورد برگر کاش واقعا حرف ماما واقعیت داشته باشه. این مدل جدید جالب باشه. آخه اصلا مزه مرغ نمیداد. خیلی پول بیبر زدم. و فلفل سیاه و حتی قرمز. نه پاپریکا بود. پاپریکا میچسبه دیگه نه؟ نکنه دونه قرمز و پاپریکا بود. البته خیلی فرقی نمیکنه. ولی خب مهمه باید بدونم دفعه بعد کدومو بیشتر بزنم. کاش بیشتر دقت میکردم. استرس گرفتم آخه مرغ داشت میافتاد دستم رو زمین. میدونین که مرغ نپخته خیلی خطرناک. یه چیزی داره به اسم سالمونلا. بر همین تا جایی ممکن نباید به جایی بخوره. و به همین دلیلم حتما باید قبل پختن نشورینش. اگه آب بزنین بهش، یعنی اگه زیر آب بگیرین و این آبه بریزه این ور اون ور سینک یا روی بولیزتون یا شلوارتون و شما نبینین که احتمالش هم زیاده نبینین، حداقل روی سینکو، بعد در اون صورت به احتمال خیلی زیاد این آب مرغی رو با خودتون این ور اون ور میبرین. حتی ممکنه از این آب سالمونلایی روی ظرفه که قبلا شستین کنار گذاشتین رو اونا بریزه که خیسن. این خیسیه شاید، نمیدونم البته، ولی شاید باعث بشه سالمونلا حتی بیشتر پخش بشه رو ظرفی که روش فرود اومده. نمیدونم اگه بگیریمش چی میشه، ولی خب میدونم که خیلی بده برامون. مطمئنم. و
چند تا کارشناس بهداشتم گفتن که مرغ قبل پختن نشورین. یکی نه، من از چند نفر شنیدم. این برگر که مامان خورد و شسته بودم. آخه مامان گفته بود دوست نداره نشسته. قبول داره، حرفمو پذیرفته. اصلا خودشم فکر کنم یه بار یه ویدیو فرستاد که در مورد همین سالمونلا بود، حرف منو تایید میکرد که نشوریم. ولی میگه خوشش نمیاد بازم. شاید این دفعه خودش مرغا رو شسته بود. من شستم یا ماما شست؟ من که نشستم. پس یا ماما شسته یا هیچکی نشست. اگه شسته نبودن موقع خوردن خب میپرسید نه؟ شاید بر همین نخورد. در اون صورت تکلیف واقعا جالبه چی میشه؟ ببین آخه حتی اگه شستم نبود پخته که بود. اصلا من همیشه همینو میگم ماما میپزه اینا بالاخره. میگه الکی بود واقعا جالبه؟ چه بد شد. هنوزم ولی 0.5% احتمال داره که واقعی بوده باشه نه؟ حالا شاید کمتر از 0.5، مثلا 0.1%. نمیدونم، 1 اپسیلون چقدر از 0.1% کمتره؟ میدونم که درصد واحد متفاوتیه، اصلا واحد نیست، نسبته، مقیاسه. وای درصد چیه؟ منظورم اینه که نهایتا آیا 0.1% نه 1% از یک چیزی، خود 1/10 کمتر از 1 اپسیلونه یا بیشتر؟ آخه بوی مرغ نمیداد. خودم هم بدم میاد از بوی مرغ. این چه بوی خوبیه میاد؟ من پول بیبر زدم؟ دفعه بعد چی رو بیشتر بزنم همینطوری بشه؟ مرغو بشورم؟ آخه ماما متوجه منظور من از نحوه پخش سالمونلا نمیشه. هرچی هم توضیح میدم نمیفهمه. هیچ کس قبول نمیکنه. ولی اینا واقعیه. کافیه تصور کنی. دفعه بعد میشه مرغا رو نشورم، پول بیبر بزنم؟ پول بیبر ادویه درسته باشه، مرغا دوباره دوندون شه، مامانم هم بگه واقعا جالبه. یا حتی اگه نگه میشه به خاطر این باشه که مزش دیگه جدید نیست، نه به خاطر اینکه دوستش نداره. خب من قول میدم دفعه بعد مرغو بشورم. در اون صورت میتونم حرفشو باور کنم که برگرام واقعا جالبه.